امروز میخوایم ببینیم ماشینا کشورهای مختلف از 50 تا دست‌انداز جون سالم به در میارن یا نه. بریم ببینیم. اولیش لنکروزه که ساخت کشور ژاپنه که قشنگ 50 تا رو رد میکنه، هیچیش هم نمیشه. دومیش هم آلمان جی کلاس بنز که نزدیک رو چپ کنه، چرخش هم رفت هوا و اصلا خوب نیست. سومی هم انگلیس که رنجوبره که چپ کرد و اصلا نخرید، خوب نیست. چهارمی هم آمریکا کادیلاک که قشنگ رد کرد، رد کرد، هیچ چیش هم نشد، کادیلاک رو بخرید. پنجمی هم آقا آلفا رومئو، آره که نه خوب نیست، چرخید. آخری هم کورس که کیا اسپورتیج فکر کنم که قشنگ رد کرد. تو کدوم